کسی که دروازه های دعا به سویش باز شد همیشه دعا می کند، همیشه دامن خدا را می گیرد، هر مشکلی که بیاید خدا را صدا می زند، فریادرس باقی صدا می زند، قلبش هم صدا می زند، زبانش هم صدا می زند. خدا صدای قلب را هم میشنود، ندای زبان را هم میشنود. خدا سمیع الدعا هست، شب و روز دعا میکند. خدایا مضطرم، بیچاره‌ام، درمانده‌ام، فقیرم. خدایا قلب من، زبان من تو را فریاد میزند، تو را فریاد میزند، تو را میخواند. ای الله قلب من تو را صدا میکند. خدایا نام مجیبت در زبان من و در قلب من فریاد میزند و تو را میخواند. میگه مجیب به داد من برس، هم قلب من و هم زبان من. وقتی کسی که چنین حالت برای خود داشت، پیامبر نازنین اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خدا دروازه های بهشت را به سویش باز میکند، خدا رحمت خود را میفرستد. مهم اینه که دعا بکنیم، مهم اینه که خدا را از درون سینه خود بشناسیم. مهم اینه که همگام با زبان ما قلب ما هم فریاد مجیب را بزند. خدایا تو مجیبی، خدایا تو اجابت میکنی دعای بندگان را. با علم خود ننازید، با اندیشه و دانش خود ننازید. گاه بر شما مشکلی میارم که همه عاجز شوید، تا همه هم صدا و هم زبان و هم قلب به درگاه خدا رو بیاورید، بگویید که خدایا فقط تو مجیبی و فقط تو دعای ما را اجابت میکنی. قلبت باید فریاد بزند، قلبت درونت باید فریاد بزند، بگه خدای عاجزیم، خدایا بشر عاجزه، فقط تو قویی. خدایا میدانیم تو خودت گفتی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، فقیریم به درگاه پروردگار عالم. شما فقیر و بیچاریم به درگاه خدا، مضطر و درماندهیم به درگاه پروردگار. تا زمانی که خدا دست ما را نگیرد از مشکلات نجات پیدا نمی کنیم. خدایا ما یقین داریم، ما باور داریم، درون ما، قلب ما، زبان ما یقین داریم که بندگان عاجز و ناتوان و فقیریم. یا الله خدایا به بزرگیت، به عظمتت، به شکوه و جلال و جبروتت یا الله، که خدایا میخوای قدرت نمایی بکنی برای بشر و برای بشر بفهمانی که بشر عاجزیم، با تمام دانش خود، با تمام فکر خود در برابر خدایی که قوی هست. خدایا ما میدانیم که کبریای ردای توست. خدایا برای جهان اثبات شد و ثابت شد که همه بندگان عاجزند. بشر با تمام پیشرفت، با تمام تکنولوژی و علم خود عاجزند. خدایا فهمیدیم که تو خیلی قدرت داری و قویی، شرق و غرب هم عاجزند. ای الله همه فریاد خدا را فریاد میزنند. خود پروردگار عالم الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم وشن میفرماید که یسأله من فی السماوات والارض، آنچه که در زمین و آسمان دروازه خدا را دارد. ماهی ها داخل دریا خدا را فریاد میزند، خدایا روزی مانده. مورچه ها در داخل زمین و در سوراخه های زمین خدا را فریاد میزند، خدایا متوجه من باش. پرندگان، خزندگان همه خدا را فریاد میزنند.
اهل آسمان خدا را فریاد میزند خدایا تو خدایی، تو کریمی، تو عظیمی، تو رحیمی، تو صاحب قدرتی، تو صاحب جبروتی، جلال و جبروت به تو میزیبد ای الله، عظمت به تو میزیبد ای الله، تو کبریایی، تو کریمی یا الله، و ما در نهایت تواضع فروتنیهم ای الله. پرنده و درنده و خزنده تو را فریاد میزند خدایا، دعای مورچگان را میپذیری، دعای ماهیان را میپذیری یا الله. ما هم بندگان ضعیف و ناتوان توییم، ما هم تو را فریاد میزنیم، ما هم تو را میخوانیم ای الله. عاجزیم، تو از دل ما آگاهی که ما عاجزیم. خدا گاه انسان را مریض می کند تا مریض خدا را فریاد بزند خدایا شفایم بده. گاه امت را ضعف و دوچار اضطرار می کند تا امت خدا را فریاد بزنند خدایا کمک من بکن. گاهی کشتی ها را به سمت غرق می کشاند تا در دل دریا خدا را بخوانند خدایا ما را کمک کن. گاه تیاره وقتی که از زمین بالا می رود به فوق ابرها قرار می گیرد خداوند تیاره را به اضطراب در می آورد تا بندگان در اون بالا خدا را فریاد بزنند. گاه خدا یونس خود را به داخل شکم ماهی می اندازد که از درون دریا خدا را فریاد بزنند. اهل آسمان خدا را فریاد میزنند خدایا از عرش تو بگیریم تو را فریاد میزنند. از فوق زمین داخل تیاره ها تو را فریاد میزنند. از روی زمین انسان ها تو را فریاد میزنند. از داخل دریا، از اعماق دریا بندگان تو را فریاد میزنند. خدایا از داخل آتش ابراهیم خود را نجات دادی. خدایا از داخل شکم ماهی یونس خود را نجات دادی، گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. من تو را فریاد میزنم. یوسف خود را از قعر چاه وقتی فریاد زد او را نجات دادی. خدایا بندگان تونی، با عظمت و کرمت ما را از این بلاها و از این مصیبت ها تو نجات من بفرما.